میرویس هوتک. مدت حکومت از هفته 9 تا هفته 15 میلادی. عبدالعزیز هوتک. مدت حکومت از هفته 15 تا هفته میلادی. محمد هوتک. مدت حکومت از هفته تا هفته 25 میلادی. حسین هوتک. مدت حکومت از هفته 30 تا هفته 38 میلادی. نادر شاه. مدت حکومت از هفته 38 تا هفته 47 میلادی. احمد شاه بابا. مدت حکومت از هفته 47 تا هفته 72 میلادی. تیمور شاه دورانی. مدت حکومت از هفته 72 تا هفته 93 میلادی. زمان شاه دورانی. مدت حکومت از هفته 93 تا 1 میلادی. محمد شاه دورانی. مدت حکومت از 1 تا 3 میلادی. شاه شجاع دورانی. مدت حکومت از 3 تا 9 میلادی. دوره دوم محمد شاه دورانی. مدت حکومت از 9 تا 18 میلادی. علی شاه دورانی. مدت حکومت از 18 تا 19 میلادی. ایوب شاه دورانی. مدت حکومت از 19 تا 23 میلادی. دوست محمد خان. مدت حکومت از 23 تا 39 میلادی. دوره دوم شاه شجاع دورانی. مدت حکومت از 39 تا 42 میلادی. وزیر اکبر خان. مدت حکومت از 42 تا 45 میلادی. دوره دوم دوست محمد خان. مدت حکومت از 45 تا 63 میلادی. شیر علی خان. مدت حکومت از 63 تا 65 میلادی. محمد افضل خان. مدت حکومت از 65 تا 67 میلادی. محمد اعظم خان. مدت حکومت از 67 تا 68 میلادی. دوره دوم شیر علی خان. مدت حکومت از 68 تا 79 میلادی. محمد یعقوب خان. مدت حکومت از 79 تا 79 میلادی. ایوب خان. مدت حکومت از 79 تا 80 میلادی. عبدالرحمن خان. مدت حکومت از 80 تا 1 میلادی. حبیب الله خان. مدت حکومت از 1 تا 19 میلادی. نصرالله خان. مدت حکومت 7 روز از 19 تا 19 میلادی. امان الله خان. مدت حکومت از 19 تا 29 میلادی. عنایت الله خان. مدت حکومت 4 روز از 29 تا 29 میلادی. حبیب الله. مدت حکومت از 29 تا 29 میلادی. علی احمد خان. مدت حکومت از 29 تا 29 میلادی. دوره دوم امان الله خان. مدت حکومت از 29 تا 29 میلادی. محمد نادر شاه. مدت حکومت از 29 تا 33 میلادی. محمد ظاهر شاه. 33 تا 73 میلادی. محمد داوود خان. مدت ریاست جمهوری از 73 تا 78 میلادی. نور محمد ترکی. مدت ریاست جمهوری از 78 تا 79 میلادی. حفیظ الله امین. مدت ریاست جمهوری از 79 تا 79 میلادی. ببر کارمل. مدت ریاست جمهوری از 79 تا 86 میلادی. نجیب الله. مدت ریاست جمهوری از 87 تا 92 میلادی. صبغ طلا مجددی. مدت ریاست جمهوری
از 1992 تا 1992 میلادی. برهاندین ربانی. مدت ریاست جمهوری از 1992 تا 2001 میلادی. حامد کرزی. مدت ریاست جمهوری از 2001 تا 2014 میلادی.